اگه الان دانشجوی پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی توی روسیه هستید یا الان دارید پادفک میخونید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. من تو این ویدیو نمیخوام دوستان تبلیغ دانشگاه ها رو بگم این دانشگاه اون دانشگاه، میخوام چیزایی توی روسیه بهتون بگم که اگر حتی رعایت نکنید بهترین دانشگاه تو روسیه هم خیلی به کارتون نمیاد. من تو این ویدیو خیلی شفاف میخوام بهتون بگم که چیکار کنید که قشنگ تحصیل تو روسیه بهتون بسازه و برای این ویدیو 6 تا راهکار میگم که کسایی که دارن تو روسیه تحصیل میکنن بتونن این مسیر رو خیلی راحت تر برن و حتی این ویدیو میتونه مسیر زندگیتون رو عوض بکنه. سلام، من فرشیدم و اینجا کانال ثابت هست. یه چیزم قبل از اینکه شروع بکنم بگم، این چند روزه بچه‌ها دارن فارغ التحصیل میشن و دوره اولی که من شروع کردم تدریس رو، کار تدریس کردن، امسال فارغ التحصیل شدن. خیلی برای من لذت بخشه و من خیلی افتخار میکنم. خیلی به همه دوستانی که حالا شاگرد من بودن، من استوریاشون رو میبینم، پستشون رو میبینم یا به من پیام دادن، خیلی تبریک میگم و من خیلی ذوق دارم. یعنی نمیدونم چجوری این خوشحال شدنم و میتونم با کلام بگم. انقدر خوشحال شدم که حتی این یکی دو روزه حتی اشک شوق ریختم. خیلی تبریک میگم، با اینکه یه جورایی الان تازه اول مسیره و یه مسیری تازه شروع میشه برای شما، ولی خسته نباشید، واقعا برای من باعث افتخار هستید. برو بریم ویدیو شروع بکنیم. ببین توی روسیه وقتی طرف میخواد پزشکی بخونه، دندون پزشکی بخونه، داروسازی بخونه، با یه سیستمی مواجه میشه که درس‌ها اولا زیاده، سیستم آموزشی راحت نیست. خب درس پزشکی دیگه و یه حجم بالای درس رو باید طرف حتما تحمل بکنه. از اون طرف روسیه دانشگاه‌های معتبر داره، هزینه خیلی منطقی تر نسبت به اروپا و اون کشورهای اروپایی داره، مدرک قابل ارزیابی داره و امکانات مختلف داره. پس روسیه نه از اون ور جهنمه نه از این ور بهشته، یه محیط حرفه‌ایه برای آدم آماده. و تو این ویدیو داریم این 6 تا راهکار رو میگیم که شما همون آدم آماده بشید که خیلی خوب هم بتونید تحصیل بکنید و واقعا بسازه. برو بریم راهکار اولین مورد زبانه. آقا زبان روسیه، یعنی ببین زبان روسی رو بالا برید پایین بیاد باید حتما کار بکنید، یعنی هیچ کارش نمیشه که واقعا زبان روسی یک ماسته، یک بایده برای روسیه و حتما باید یادش بگیرید، حتما هر روز باید تمرین بکنید، چون اینجا زبان روسی فقط زبان روسی نیست، قدرت استقلاله و آدم اگه زبان روسی نداشته باشه انگار لاله. اینو خیلی احتمالاً تجربه کردیم، مخصوصا بچه‌های پادفک. یه چیزی رو میخوای بگی مثلا به هم اتاقیت، به نمیدونم زامدکان، به معاون دانشگاه، به این مقام، به اون کسی که میخوای مسئول خوابگاه، نمیتونی بگی و این خیلی یه حس عجیبیه. زبانه باید هر روز روش کار بکنید و هر روز اینو بهترش بکنید. یکی از مشکلات بچه‌ها تو همین بحث زبان اینه که میترسن از زبانشون استفاده بکنن. ببین خیلی مهمه که شما از زبانتون استفاده بکنید، استفاده بکنید، ازش استفاده بکنید، تو محیط باشید که باز بیشتر میشنوید، بیشتر تمرین میکنید، پادیاجا براتون ناخودآگاه‌تر میشن، از کسایی که دارین باشون صحبت میکنید چیز یاد میگیرید، میشنوید دیگه. پس خیلی مهمه این استفاده کردنش. منتها باگ یه سری بچه‌ها اینه که این وسط میترسن، فکر میکنن زبانشون کم ممکنه بیاد و اگه کم بیاد وای چه اتفاقی میفته. میترسن برن جلو، ببینن آقا نمیتونن طرفو بفهمن، نمیتونن منظورشون رو بگن یا حرف طرف مقابلشون متوجه نمیشن. و از یه طرف دیگه فکر نکن باید نیتیو بشی بعد صحبت بکنی. هر چقدر که زبان داری ازش استفاده کن و برو تو کار. به خاطر میگم این مثل گلوله برفی، زبان بیشتر میشه وقتی تو محیط باشی، با محیط اصلی درگیرشی و ازش استفاده بکنی، این مثل گلوله برفی بزرگتر میشه. فکر نکن با خلاصه چخوف بشی، علامه دهر زبان روسی بشی تا یه پریویتو سلام علیکی بخوای بکنی. حتما از همون قدری که زبان داری استفاده کن. همه میدونن شما هم خارجی هستی، لهجه داری، اوکیه. اگه بعضی موقع اشتباه بکنی اوکیه، فقط باید ازش استفاده بکنی. و بچه جسارت استفاده از فرصت ها و توی محیط بودن رو حتما داشته باش. اون جسارت هم برای اینکه بری توی محیط صحبت بکنی از همون زبانی که بلدی استفاده کنی هم مهمه. یه خاطره از خودم میگم، من یادمه 3 هفته بود اومده بودم پادفک و بارها گفتم قبلا من ورزش حرفه‌ای میکنم. از همون 3 هفته بعد از دانشگاه رفتم توی لیگ حرفه‌ای دانشگاه من بازی میکردم. حالا مقامم آوردم، اسممو اصلا به روسی سرچ کنید
چیزایی که توی سایتشون در مورد من نوشتن میاد. آقا رفتیم پیش مربی لیگ حرفه دانشگاه و خیلی هم مثلا آدم معروفی بود، همه میشناختنش، پسرش جزء در جراحای مثلا خفن بود، خیلی معروف بود، همه میشناختنش و اینا. من فکر کن دانشجو مثلا پادپکی که 3 هفته از پادپک شروع شده چی از زبان روسی میفهمه؟ ولی من رفتم صحبت کردم، گفتم آقا من مثلا اینجوری پروفسیونال، مثلا من مثلا این ورزش رو انجام میدم سال هاست، میخوام مثلا بازی کنم و برم و اینا. و رفتم بعد 3 هفته توی باشگاه، 3 هفته تازه پادفک شروع شده بود، رفتم توی باشگاه، این مربی اومد پیش من، مثلا آدم خیلی سن بالا بود، مثلا 70 شاید هم حتی بیش، خیلی سنش بالا بود. اومد پیشم نشست، گفتش که خوبی؟ گفتم مرسی و اینا. گفت مربی توی ایران کی بوده؟ هم مربی میشه ترینر، به همون مثل انگلیسیش میشه، خیلی چیز خاصی نیست. منم گفتم فلانی بوده، معروفه ولی تو ایران معروفه، ولی تو شما نمیشناسینش ولی تو ایران خیلی معروفه اینا. بعد شروع کرد یه سوالی از من پرسیدن و من نفهمیدم. بعد بهش گفتم که ببخشید что значит مثلا فلان کلمه؟ خیلی با اکراه جواب منو داد، جوری یه مکسی کرد، گفت میشه فلان کلمه. بعد من دوباره بهش گفتم خب حالا اجازه نچید مثلا فلان کلمه. خب هیچی نمیدونستم، ولی رفتم و تو دل اونجا رفتم تو لیگ حرفه‌ای دانشگاه و چقدر استفاده کردم، چقدر اونجا ارتباط ساختم، دوست پیدا کردم، کمکم کردن، زبانم بهتر شد. یکی از دلایلی که بچهای مثلا پادفک میگفتن فرشید یهو زبانش خوب شد، که من هیچ وقت نمیگم، به نظر خودم کلا زبانم خیلی خوب نیست، اصلا هیچ ادعایی سر زبان ندارم. حالا بچه‌ها یه چیزی میگفتن، یکی از دلایلش همین بود که من جسارت اینو داشتم و رفتم از زبانم تو هر محیطی، تو جاهای مختلف استفاده کردم، تو جای درست، و هی پیشرفتش دادم. شما هم تا جایی که میتونید حتما باید از این زبانتون استفاده بکنید که هی رشد بکنه، هر چقدر بلدی با هر سطحی تا جایی که میتونید ازش استفاده کنید، روش هم هی تمرین بکنید. یه مورد دیگه هم برای بچهای کورس بگم برای زبان، اینی که دوستان حتما روی آموزشتون، برای آموزش زبانتون حتما کار بکنید. به خاطر اینکه شما الان تو شرایطی هستید که انتقالی نیست و شما تقریبا نیستی که برای 2% برتره، که یعنی 98% تقریبا تا پایان تحصیلشون توی روسیه باید بمونن، یه جورایی تقریبا همه توی روسیه باید تا آخر تحصیلشون بمونن. یعنی با سال پادفک حساب کنی 6 سال 7 سال باید تو روسیه بمونید و تحصیلتون رو تمام کنید و تمام آزمونا و اینا رو بدید. بنابراین زبانتون روش خیلی کار کنید و پادفک یک بیسی به شما میده، کافی نیست، حتما روش کار بکنید. مثل زمان ما نیست که بعد 36 باید برگردید. زمان ما اینجوری بود که بچه‌ها میتونستن با 36 واحد برگردن ایران، انتقالی بگیرن. حتی مثلا موردایی داشتیم بدون پادفک میرفتن همون مثلا 1 سال اونجا بودن و برمیگشتن دیگه، کار انتقالیشون رو، بقیه تحصیلشون یا همون از اول کلا دوباره تحصیلشون رو تو ایران شروع می‌کردن و ادامه میدادن. الان اونجوری نیست، شما باید 6 7 سال توی روسیه بمونید. برای همین خیلی مهمه که زبان خوبی داشته باشید. یعنی اگر الان من خودم بخوام دوباره مثلا حالا برادر من بخواد الان بره داخل روسیه تحصیل بکنه، حتما بهش میگم برای اینکه یه پله از بقیه بالاتر باشی، برای اینکه شاخص بشی، برای اینکه خیلی اتفاقات خفنی بیفته، زبان تو بعد از پادفک حتما کلاس بگیر. من خودم زبان پایه تدریس نمی‌کنم، یعنی اگه بخوای با من کلاس زبان بگیری مثلا تدریس نمی‌کنم، میخوام بگم این برای خودم نیست که تبلیغ باشه. کلا برید کلاس زبان با هر کس خواستید، اینو من هی دارم باش بازی میکنم. کلا کلاس زبان با هر کس خواستید برید بگید که اون زبانه بیاد بالا. و به این نکته هم بچه‌ها توجه بکنید، تو روسیه زبان فقط خود دونستن زبان نیست، وقتی زبانتون خوب باشه شاخص میشه. دیدی مثلا بچه‌های کورستون تو هر کلاس مثلا 20 نفره یکی دو تا از بچه‌ها، 2 3 تا از بچه‌ها زبانشون خوبه، چه شاخص میشن. و زبانت که خوب باشه درهایی رو برات باز میکنه، موقعیت‌های کاری بهت میده. خیلی اتفاقای خفن تری وقتی زبان طرف خوب باشه براش میفته. من خودم مثلا یه مثال بخوام بزنم از خودم، من یادمه بچه‌ها رو با خودم یه چند بار اول کورس 1 بودیم، با خودم یه چند بار بردم دارو ترجمه، مثلا حالا با دارو ترجمه صحبت می‌کردم و بچه‌ها میگفتم اینجا ارزونه، مثلا یه خورده صحبت می‌کردیم و اینا. چند بار بچه‌ها نمی‌دونستن کجا باید برم، بعد دانشگاه باشون رفتم بردم و با اون مسئول اون پیریود اینا صحبت کردم
بعد چند بار فقط به خاطر اینکه من رفتم اونجا و صحبت کردم و دید مثلا زبانم بد نیست و اینا میتونیم صحبت کنیم اینا، گفت آقا بیا با ما کار کن، پیشنهاد همکاری به من داد. و من حالا فکر کنم 2-3 بار چند بار دیگه پیشنهاد همکاری گرفتم، چون همون جسارت رو داشتم، رفتم، اوکی بودم، اکتیو بودم و از فرصتام میتونی استفاده کنی. درهای رو باز میکنی. یعنی تهش میخوام به شما بگم اگر که درس میخونی، اگر که درس نمیخونی، روی زبانت کار کنی. حتی اگر آدم درس خونی هم نیستی، کلا رو زبان روسیت کار کن، ضرر نمیکنی. اصلا این زبان روسی ماسته، یه درهایی رو باز میکنه که خودت حال میکنی. روی این زبانه کار بکنید. از طرفی زبان روسی وقتی آدم خوب باشه، فشار روانی آدمو کم میکنه، فشار روانی که رو آدم هست و ترس‌های آدمو کم میکنه. خیلی از بچه‌ها که به نظر من کار نمیکنن، خیلی عملی انجام نمیدن یا کمتر عمل انجام میدن، یکیش به خاطر همین ترس زبانه یا فشار روانی که اصلا فکر میکنن باید برن چی کار بکنن، چی بگن چی نگن. زبانتون که خوب باشه، اون فشار روانی و ترساتون هم کمتر میشه، راحت‌تر میره تو دل کار. چون ببین زبان روسی فقط زبان روسی نیست، گفتیم دست و پا در میاره. میشه زندگی روزمره‌تون تو روسی، امتحان شفاییتون، ارتباط با استادتون، ارتباط با همکارا توی بیمارستان، کار و درآمد و پول درآمدزاییتون میشه، روابطتون با آدما و شبکه سازیتون و همچنین روابط عاطفی اگر بخواید برقرار بکنید میشه زبان روسی. خوابگاه، بانک، پلیس میشه زبان روسی. همش توی روسیه اینا میشه زبان روسی. برای همین خیلی تاکید میکنم روی زبان و این از اون نکات حرفه‌ایه. به قول یکی از دوستان میگفت اگر تو روسیه زبان روسی بلد نباشی، مثل این میمونه که بخوای بیای توی ایران پزشکی بخونی به زبان فارسی و فارسی بلد نباشی. دقیقاً مثل همین میمونه. خب پس روش کار بکنید هر روز بهتر. اینو اصلا شوخی نگیرید و سعی کنید براش هزینه بکنید، چون این هزینه اصلا هزینه نیست، این سرمایه گذاری هستش. پس مورد اول شد زبان. مورد دوم ارتباط سازی توی روسیه و شبکه سازی توی روسیه هست. ببین یه جمله معروفی هست، یه جمله هست که میگن 80% موفقیت آدم‌ها به شبکه سازیشون و ارتباطشون با آدما ربط داره. خیلی 80%، خیلی 80%. موردی که بچه‌ها بهش توجه نمی‌کنن و موردی که وقتی که روش کار بکنی، ارتباط سازی توی روسیه و شبکه سازی توی روسیه کلی از فرصت‌ها رو برات مهیا میکنه، از همین ارتباطایی که ساختی. خصوصا این موضوع برای شما خیلی مهمه، چون شما یه مهاجر وقتی میای تو روسیه اصلا کسی رو نداری، باید تازه از صفر این ارتباطات و شبکه سازی رو برای خودت بسازی و بتونی بیای بالا. و متاسفانه این موضوعی که بهش میگم توجه نمیکنن و چیزی که اصلا تو مدرسه و دانشگاه اینا خیلی به ما یاد ندادن. تو مدرسه که اصلا فقط برای همین بود ما اصلا ویژنمون زمانی که توی روسیه بودیم و مثلا پادفک سال 1 میخونیم اشتباه بود. ویژنمون این بود که من فقط باید این کلمات آناتومی یاد بگیرم و بس. وقتی هم مثلا میام تو لکسیا تو لکچر باید برم اون آخر لکسه، اون بالای بالا بشینم که نکنه یه موقع یه روسی به من بگه پریویت، نکنه با یکی مثلا من هم کلام بشم. در صورتی که وقتی شما روش‌های ارتباط و ارتباط سازی رو یاد میگیری، از اینا استفاده میکنی و وقتی که مشکلی پیش میاد، خدا نکرده اتفاقی بیفته، از اون آدما میتونی استفاده کنی و کمکت میکنن. من یادمه مثلا تو دوران کرونا بود، ما رو بردن قرنطینه. خب یادش بخیر، دوران کرونا دوران عجیبی بود. ما رو بردن قرنطینه، هر نفر تو یه اتاق 2 هفته. خیلی چیز عجیبی بود، یعنی ما 2 هفته اصلا نمیتونستیم بریم بیرون. مثلا هر نفر تو یک اتاق مینداختن، از خوابگاه خودمون آوردنمون بیرون، هر نفر تو یه خوابگاه دیگه بودیم، هر نفر تو یک اتاق براش در نظر گرفتن، 2 هفته نمیتونست از اون اتاق بیاد بیرون. یعنی اصلا یه وضع عجیب غریبی بود اون شرایط ما. و منو بردن توی خوابگاه دیگه. به محض اینکه رفتم من دیدم ساس داره اون اتاقی که منو داخلش گذاشته بودن. من تماس گرفتم با مسئول خوابگاه، همون خوابگاهی که داخلش بود، گفتم ساس داره. آخر تایم بود، فکر کردن مثلا میگفتن نه و اینا و داشتن میرفتن، فکر کردن مثلا من دارم بهانه میارم که حالا آوردنمون اینجا و اینا. من تماس گرفتم با رفیق روسم، گفتم آقا اینجوریه ساس، متوجه میشی چی؟ گفت آره میدونم. مثلا گفتم خیلی چیز بدیه. گفت آره میدونم. گفت ببین، گفتم اینجوری شده، تو میتونی بیای صحبت کنی؟ گفت آره، مثلا فلانی و مثلا رفیقمو میفرستم صحبت کنه اونجا و یه اتاق جدید بهت بدن. حالا بماند که خودشون اومدن و خوابگاه رو اوکی کردن، یه اتاق دیگه به من دادن. حالا ولی اینجوری روابط که داشته باشی میتونن بیان کمکت اگر اتفاقی برات بیفته.
تو جاهای مختلف میتونن کمکت بکنن. حالا این یه موردش بود. مورد دیگه توی انتخاب بخش و انتخاب بیمارستانه. ما یکی از رئیس یه جورایی مثلا مسئول کل کورسمون همگروهی ما بود و با ما دوست بود. یه دختری بود خیلی هم مثلا اوکی بود و درسش خیلی خفن بود و اینا. موقع شد، زمانی شد که می‌خواستیم بریم بیمارستان. ما 2 تا بیمارستان داشتیم که بچه‌ها رو می‌فرستادن، یکی بیمارستان خود دانشگاه MGU، یکی بیمارستان مثلا یه جای دیگه که اون سخت‌تر بود. این چیکار کرد؟ وقتی که روابط داشته باشی، دوست داشته باشی، اینجوریه. اول فرمی که همه خب می‌خواستن برن اون بیمارستان خوبه دیگه، بیمارستان خود MGU که خیلی مثلا های کلاس بود و شیک بود و کارش هم کمتر بود و اینا. و اینجوری بود که هر کی زودتر طبق اون یه لینکی میدادن، یه سیلکایی میدادن، یه لینکی میدادن، بعد طبق اون ثبت نام می‌کردی. هر کی زودتر ثبت نام می‌کرد، اون مثلا بیمارستان بهتره مال اون بود دیگه. این اول اومد برای ما، منو چند نفر دیگه فرستاد، 2-3 نفر دیگه فرستاد، بعد داخل گروه کلی اونو فرستاد. متوجه میشی چی شد؟ و راحت ما تو بیمارستان راحت بودیم. بچه‌ها میرفتن تو بیمارستان سخته، صبح میرفتن 4 بعد از ظهر یا حتی بیشتر، فکر کنم 5 بعد از ظهر اومدن خسته داغون، انقدر ازشون کار کشیده بودن. ما 9 صبح میرفتیم، 2 اینا شاید هم زودتر ولمون میکردن و خیلی هم راحت بودیم. و خیلی جاهای دیگه که بچه‌هایی که دوستان من بودن و جزء شبکه ارتباطی من بودن کمکم کردن در جاهای مختلف. پس وقتی ارتباط خوبی داشته باشی، خوب میتونی کار کنی، بیشتر با محیط اصلی درگیر میشی، زبانت بهتر میشه، راحت‌تر کلی دوست پیدا میکنی، خیلی بیشتر پیشرفت میکنی و خیلی راحت‌تر میتونی پول در بیاری. یه جورای فرصت‌های کار رو میتونی بهتر ببینی و بدونی و این خیلی نکته مهمیه. و نکته سوم، انتخاب کردن جمع درست و هم اتاقی درسته. این خیلی مهمه. خونه چجوری بگم، کلا جمعایی که توش هستین و بچه‌ها باید درست انتخاب کنین، چون جمع خیلی روی آدم تاثیر داره. دیدی میگه مثلا شما میانگین 5 نفری هستید که بیشترین ارتباط تو باشون دارید. این خیلی درسته و جمع و محیط واقعا اثرگذاره توی آدم. اگه مثلا یه هم اتاقی بدی داشته باشی، هر روز این نره دانشگاه، اصلا آدم اوتی باشه، اصلا این هر روز نره دانشگاه، آدم اوتی باشه، بی انرژی، خسته، قرضن، تنبل باشه، خود شما هم سخت میری دانشگاه، بعضی روزا شاید نری دانشگاه. قشنگ رو آدم میتونه تاثیر بذاره. این کجا تا مثلا یه آدم خیلی پر انرژی و حرفه‌ای و آماده‌ای داشته باشی. خیلی مهمه کدوم جمع تو روسیه انتخاب میکنی. مثلا فکر کن شما 100 نفر توی کورستون هستین، 100 نفرتون همیشه با هم نیستید که معمولا اگه دقت کنی بچه‌ها اکیپن، اکیپای 4-5 نفر، اکیپای 6-7 نفره، اکیپن و به راحتی میتونی انتخاب بکنی. آدمایی رو انتخاب کن که آدمای حرفه‌ای ان، چون آدمی که قور میزنه، آدمی که افسرده است، آدمی که تنبله، میگم هیچ کاری نمیکنه، قور میزنه، به راحتی تو رو هم میکشه پایین. این نکته مهمیه. آدمایی که دید درستی ندارن، میخوای رو آموزشت کار کنی که خیلی موثره، حتما پیشنهاد میکنم رو آموزشتون کار بکنید. واقعا آموزش یه چیز دیگه. حالا بذار این تیکر رو بگم. میخوای رو آموزشت کار کنی، طرف میگه آقا ولش کن اینا مدرس الکی ان، هیچ کاری نمیکنن. میخوای بری کار بکنی، یه چیزی به دست بیاری، تجربه‌ای به دست بیاری، یه کار عملی تو روسیه داشته باشی، میگه ولش کن. میخوای درآمد داشته باشی، میگم بابا ولش کن همینجوری خوبه. میخوای روی تخصص کار کنی، میگم ولش کن. یکی از مدرسا یه بار یه جمله خیلی باحالی به ما گفت، من واقعا گوشه ذهنم مونده. گفت ببین، از آدم مسخره ها فاصله بگیرید. و زمانی که این جمله رو میگفت یه اسلاید خیلی باحالی داشت. اسلایدش این بود، اسلاید قبل از صحنه قبل از شروع دو ماراتون بود. یه صحنه از قبل از شروع 2 ماراتون بود. مثلا فکر کن قبل 2 ماراتون ملت چیکار میکنن؟ مثلا لباسا رو پوشیدن، یکی داره گرم میکنه، اون یکی داره مثلا قرص کافئینش رو میخوره، اون یکی داره مثلا زمانش رو ست میکنه، اون یکی دنبال اینه که تموم بکنه یا رکوردش رو بهتر بکنه تو 2 ماراتون. یه صحنه از توی این مسابقه قبل از شروع مسابقه 2 ماراتون، یه صحنه از یه آدمی بود که لباس ورزشی پوشیده بود، شماره اون ماراتونش هم زده بود به سینه و داشت اینجوری سفت مثلا سیگار یا گل یه چیزی میکشید. یه حالت قیافه خیلی خاصی هم داشت. و دقیقاً اون استاد میگفت از این آدمای مسخره فاصله بگیرید تو زندگی. و خیلی جالب بود. دقیقاً همینجوره، از آدم مسخره ها فاصله بگیر، چون میتونن تو راحت بکشن پایین. من خودم هم داشتم از این دوستان و چقدر ضرر کردم. یعنی وقتی که برمیگردم میبینم من چقدر ضرر کردم به نسبتی
به نسبت اینکه اگر مثلا یه آدم آماده و خوبی مثلا به جای اون بود. منظورم از آدم حرفه‌ای هم بچا فکر نکنید مثلا این آدمایی که تو کارتونا نشون میدن آدمای نرد درس خون مثلا عینک ته کاسه یا دندون ارتودنس و اینا و خیلی درونگرا و هیچ کاری نمی‌کنه جز درس خوندن. نه اصلا منظورم این آدما نیست. منظورم این آدمی که حرفه‌ای کاری یک دید درستی داره و داره زحمت میکشه. همین منظورم آدم حرفه‌ای اینه. نرد اونجوری اصلا در نظر نگیرید و تو روسیه هم اینجوری نیستن معمولا. مثلا ما همکلاسای کورسمون نفرات اولمون با اینکه درسشون خوب بود خیلی حرفه‌ای بودن، از اون طرف هم به روابط خوبی داشتن، مثلا صحبت میکردن، با آدما بودن، تو جمع بودن، اوکی بودن. برگردم اون چیزی که گفتم رو آموزش کار بکنید رو تکمیل بکنم. بچه‌ها واقعا رو آموزشتون کار بکنید و آموزش واقعا شما رو میتونه اصلا زندگیتون رو عوض بکنه، مثلا یه سر و گردن از بقیه بیاید بالاتر و خیلی پیشرفت بکنید. من خودم سالهای قبل یه کمی ایگو داشتم، یه غروری داشتم و میگفتم آقا نه بابا من خودم بلدم، مثلا مدرسا مثلا چی دارم میگن اینا، تا وقتی رو آموزش خودم کار کردم و دیدم چقدر تاثیر داره. الان فکر کنم حدود 5 ساله من واقعا دارم رو آموزش خودم کار میکنم. حالا کتاب میخونم، دوره میبینم، خیلی چون تاثیرش رو میبینم تو کارم دیگه، بسیار تاثیر داره. رو آموزشتون حتما کار بکنید. و مورد چهارم داشتن دانش فرهنگ روسیه هست که اینم باز خیلی وقتا نادیده گرفته میشه. من خودم اوایلی که اومدم داخل روسیه مثلا پاتفکینا بودم، خیلی دوست داشتم با آدما ارتباط بگیرم، اما بعضی موقع فرهنگو نمیفهمیدم. مخصوصا اوایلی که اومده بودم فرهنگو نمیفهمیدم. یعنی تصور من از روسیه این بودش که روسیه ایرانه، منتها مردم روسی صحبت میکنن. خب اوایل خورده سختم بود که بخوام ارتباط برقرار کنم و نمیدونستم. خلاصه کلا این دانش فرهنگ روسیه و قوانین روسیه خیلی مهمه که ما تقریبا به فارسی تقریبا منبعی براش نداریم که برای اولین بار ما خودمون کتاب و دوره این فرهنگ روسیه کاربردی برای مهاجرین رو درست کردیم که توی دوره مستری هست، میتونید تهیه بکنید که خیلی کاربردیه. که اینو اومدیم کار کردیم و چند ساعت ما فرهنگ روسیه و قوانین روسیه تدریس میکنیم و دونستنش خیلی مهمه که وقتی این فرهنگ روسیه رو بدونی و بدونی چی داره توش میگذره، بتونی باش ارتباط برقرار کنی، خیلی آدم راحت میشه و از اون گنگی در میاد. و بعد بدونی که بچه روسیه ایران نیست، روسیه اروپا هم نیست، فرهنگ خاص خودشونو دارن و یه کمی شاید، حالا این خیلی بستگی داره این چیزی که دارم میگم و به اون جمهوری که طرف از توش اومده، به اون استانش که مسکوی غیر مسکوی ربط داره، و به صورت کلی چیزی که من باش مواجه شدم یه کمی از ایرانیا یه نمور کمترن. یعنی ما ایرانیا یک پرده از روسا، یکی دو پرده شلوغ‌تریم، خونگرم‌تریم، اینطوری بگم راحت تره. باز میگم خیلی به خود اون آدم بستگی داره، حتی به روحیات طرف هم بستگی داره، ولی این رو میتونی تو فرهنگ روسیه ببینی. و از ما رکتر هستن، به نسبت از ایرانی ها رکتر هستن، ما خود بیشتر تعارفی هستیم و روس ها بیشتر قانون محورن نسبت به ایرانی ها. باز حالا چیزای خودشونو دارن ولی در کل از ما قانون محورتر هستن. و دانشجویی که فرهنگ روسیه رو مثل خود من یک کمی اولش گیج میزدم نمیفهمه، فکر میکنه آقا مثلا طرف مثلا حال نمیکنه با تو یا مثلا یه جوریه، در صورتی که اون جوری نیست. اون همون جوریه که از روسیه فرهنگش اونجوری، طرف روحیاتش اینطوریه. و از این جور سوء تفاهم ها و نفهمیدن و گنگ بودن وقتی که فرهنگ روسیه رو بدونیم آدمو در میاره. اینجا یه قانون طلایی داریم که میگیم آقا قبل از قضاوت کردن روس‌ها حتما فرهنگ رو بشناس و قوانین روسیه هم حتما باید بدونید که همینجوری بیخود جریمه نشین، چون جریمه شدن تو روسیه خوب نیست، به خاطر اینکه حتی اگر جریمه هاتون از یه حدی بیشتر بشه حتی ممکنه ممنوع الورود به روسیه بشید. حالا اون تو موردهای بالاترشه، ولی مهم اینه که بدونید همینجوری تو روسیه نباید پروتکل و جریمه و همینجوری بشید، برای همین باید قوانین رو بدونید. این هم شد مورد چهارم که فرهنگ روسیه و قوانین روسیه هست. و مورد پنجم تغذیه درسته. باز این از اون مواردیه که مهمه و بچه‌ها باید بهش توجه کنن و خیلی وقتا هم شاید بهش توجه نکنن. ما هم همینطوری بودیم که اشتباهه. یعنی مخصوصا من پاتفک اصلا تغذیه‌ام خوب نبود، واقعا تغذیه‌ام خوب نبود. من یادمه تو 7-8 ماه، یعنی من آبان اومدم روسیه، یادمه قشنگ پاتفک، من آبان اومدم روسیه،
تیر مرداد برگشتم ایران، یه چند روز اومدم ایران دوباره برگشتم روسیه. من توی این 7-8 ماه تقریبا 10 یا 15 کیلو وزن کم کردم. تغذیه‌مون بد بود دیگه، تازه بعدش هم یهو چاق شدم چون بازم تغذیه‌مون خوب نبود وقتی که اومدم سال 1 شدم. ببین تغذیه خیلی رو آدم تاثیر داره، روی مغزتون، روی ذهنتون، روی انرژیتون تاثیر داره و باید روش حتما تمرکز بکنید که یه چیز سالمی بخورید. تغذیه‌تون هم که بد باشه، این اتفاق برای بعضی از بچه‌های ایرانی میفته که میرن توی روسیه، تغذیه‌تون بد باشه میبینه موهاتون داره میریزه. برای منم همین اتفاق افتاد، شروع میکنه مو ریختن. اگر میبینید این اتفاق براتون افتاده، حتما حالا اگه چند ماه بعدش اومدید داخل ایران، برید پیش دکتر، یا اصلا تو همون روسیه برید پیش دکتر که حالا مکملی یا دارویی اگر هست بهتون بده که اون مواد مغذی به فولیکول موتون حتما برسه. این تغذیه مهمه. یه نکته دیگه هم که میگم این که حتما میوه بخورید. این شاید خیلی ساده باشه ها، ولی مهمه. حتما یه واحد در روز میوه‌تون رو بخورید که اون ویتامینا و موادی که داره به بدنتون برسه و واقعا تغذیه رو عملکردتون خیلی تاثیر داره. تغذیه‌تون که خوب باشه، مواد مغذی بخورید، خصوصا چیزایی که برای مغز خوبه، چون شما اکثر کارتون ذهنیه دیگه. برای همین خیلی رو این تمرکز بکنید. منظورم از تغذیه درست، تغذیه زیاد نیست، حجم زیاد که چاق بشید وزن اضافه کنید. منظورم تغذیه با کیفیته. کلا تغذیه پاشنه آشیل بچهای روسیه است، کسایی که کلا تنها یا تو خوابگاه زندگی میکننه. چرا؟ به خاطر اینکه روش تمرکز نمیکنن. یه اتفاقی هم که خیلی زیاد این وسط میفته اینه، الان من این اتفاقی که میگم الان بچه‌ها میگن آره برای ما هم اتفاق میفته. اینجوریه که بچه‌ها رو تغذیه تمرکز نمیکنن، صبح پا میشن هیچ کاری نمیکنن، دوباره میرن دانشگاه یا همون روز کلا اصلا خونن کاری نمیکنن، تازه ساعت 1-2 ساعت 12 که گشنشون میشه به فکر نمیافتن که آقا یه کاری بکنیم. بعد میبینن بخوام مرغ در بیارم تازه 2 ساعت دیگه آب میشه، گوشت در بیارم حالا 1 ساعت دیگه غذا حاضر میشه. بعد این میشه که زنگ میزنن مثلا مکدونالد و KFC، حالا همون فکوسنای توچکا، یه غذا براشون میاره. برای حل این مشکل یه راهکار هست، باید از چند ساعت قبلش به فکر غذاتون باشید. اینم از مورد 5 و مورد آخر که مورد 6 هست که به شدت توصیه میکنم، گذروندن دوره مستری دانشجویان روسیه هست که دوره خودمونه. به شدت به همه دوستان توصیه میکنم توی دوره مستری ما روش‌های ارتباط روسی رو به شما میگیم که تو همین ویدیو گفتم خیلی مهمه. شبکه سازی توی روسیه رو به شما آموزش میدیم، فرهنگ و قوانین روسیه رو به شما آموزش میدیم، مدیریت مالی و همچنین کار داخل روسیه رو به شما یاد میدیم. خیلی بچه‌ها میخوان کار بکنن، میگیم که چه کارهایی باید بکنن، نکاتش هم میگیم و همچنین برای مدیریت مالی بهشون میگیم که چیکار بکنن که مدیریت مالی خوبی داشته باشن، یه بار خرجشون نشه $200، یه بار بشه $700-800. همچنین توی دوره مستری میگیم برای روابط عاطفیشون توی روسیه چی کار بکنن. نکات خیلی مهمی که باید حتما بچه‌ها بدونن، هیچکی هم این نکاتی که میگیم رو نمیگه و همچنین قانونی که باید تو این حوزه بدونن و روش‌های کلاهبرداری، خیلی چیزای مختلفی که باید بدونن و که اینجا بیشتر نمیتونم توضیح بدم و میگیم. همچنین مهارت‌های تحصیل تو روسیه رو به بچه‌ها توضیح میدیم. ویدیو معرفی دوره مستری رو تو همین کانال یوتیوبمون میتونید ببینید. 2-3 تا ویدیو قبل از این ویدیو میشه، حالا این بالا هم براتون میذاریمش، کامل دوره رو من توضیح دادم، ببینید. و برای ثبت نام دوره فقط کافی کلمه دوره مستری رو توی تلگرام یا توی اینستاگرام، دایرکت اینستاگرام برامون بفرستید. هر سوالی هم داشتید حتما بپرسید، ما پاسخگو هستیم. این دوره هم برای دانشجویان پادفک تا آخر سال 2 هستش، یعنی تا آخر کورس 2 اصلی. و این دوره واقعا برای کسی که تحصیل تو روسیه میخواد بهش بسازه و میخواد واقعا یه کار حرفه‌ای و عالی انجام بده که یه سر و گردن از بقیه بتونه جلوتر باشه و بتونه خیلی کارهای درستی رو تو روسیه انجام بده. این دوره هم بچه‌ها یه جورای میراث من برای بچه‌های روسیه هست، یعنی از اون آموزشایی که پدر بیامرزی داره و طرف میتونه واقعا جلو بیفته. برای ثبت نامش گفتیم فقط کافیه توی اینستاگرام یا توی تلگرام کلمه دوره مستری رو بفرستید. یه جمع‌بندی کنیم آقا چی گفتیم؟ ما 6 تا راهکار دادیم. 1 گفتیم آقا روی زبان روسیتون تمرکز کنید، خیلی مهمه چون همه چی میشه زبان روسی. 2 ارتباط سازی و شبکه سازی خیلی تو روسیه مهمه، اینو حتما داشته باشید، خصوصا برای شما که تازه اومدید ارتباطی ندارید خیلی توی روسیه. 3 هم اتاقی و اکیپی که توش هستی رو درست انتخاب کن. 4 فرهنگ روسیه و قوانین روسیه رو بدونید. 5 روی تغذیه‌تون حتما تمرکز کنید و 6 که خیلی مهمه حتما دوره مستری رو بگذرونید. ان شاءالله که موفق باشید. حتما نظرتون رو توی کامنت برامون بنویسید. فعلا